امروز ما سه خواهر سه دوست آمدیم به بیرون و میخوایم که همراه هموطنان ما کمک داشته باشیم. خب خداوند بزرگوار است فرار جان، جگرخونی نکنین. خداوند مشکل هموطنان ما را حل بسازه. ما از طریق چینل حریر میدیا یک کمک ناچیز براتون داریم. خداوند قبول کنه. خدا شما رو داشته باشه که میتونه مردم دولت نمیکنه. خب تا حد توان ما براتون کمک میکنیم. فرار جان جگرخونی نکنین. هموطنان ما ان شاء الله دستانه میگیره کمک میکنه. این هم از طرف چینل ما از کاکا جان دیگه برای شما هست یک چیز یک پول ناچیز است. دیگه خدا کنه که مشکل امروزتان یا فردایتان حل شه و با این پول دیگه سلامت باشین، جگرخونی نکنین. خداوند مهربان است. خدا شما رو دائم از مسکینا و غریبا کوتاه نکنه. زنده باشی. فرار جان کدام گفتنی داشته باشی. خدا همزی چینل یوتیوب خیر ببینه از غریبا که میتر دست جاده ها میگرده از مردم برادر تو دارم دستی غریبا رو میگیره. خدا یارو حفظ کنه، در امان خدا باشه، دائما میتونه غریبا کمک کنه. میخوای مکتب بری؟ دوست داری؟ که مکتب هم بری بخیر. واقعا جای تاسف است که تا نمیفهمن که مکتب کجا است و چه قسم جای است که اینا باید حداقل صنف 3 یا 4 می بودن. متاسفانه ما در یک حالت قرار داریم. نه کاکا جان. خواهش میکنم کاکا جان. چی گفتنی داری کاکا جان؟ نه کمی مسای کن. گفتنی را دارم. خدا یک آرام بشه بیاره که کار بر ما پیدا شه که کار ما خلاص. ما چیزی که داریم از طرف ما این کمک برشان میرسانیم. شما هم میتونید که کمکایتون به حریر میدیا بفرستین و ما برای همچو اشخاصی که نیازمند هستن حتما میرسانیم و بسیار کمک ناچیز است که قسمی که من گفتم ضرور نیست که حتما باید زیاد باشه که یک چیز زیاد ما باید کسی بگوییم که زیاد نیست دیگه کمک هم نمی کنیم. از کم شروع کنیم. انشالله خداوند مهربان است که دست همچون اشخاص بگیریم. این پول ناچیز از طرف دفتر ما است برای خدا که بسیار کم هم است دیگه. انشالله که بتونی یک کمی از مشکلات حل بسازی. درست است؟ سلام و وقتتان بخیر هموطنان عزیز. امیدوارم که صحتمند و سر حال باشین. امروز ما سه خواهر سه دوست آمدیم به بیرون و میخوایم که همراه هموطنان ما کمک داشته باشیم و قسمی که بر شما در برنامه‌های قبلی گفتیم شما میتونین کمکاتون رو برای ما بفرستین. ما هم برای هموطنان ما که نیازمند هستن میرسانیم. ولی امروز از بودجه شخصی دفتر ما خواستیم که برای هموطنان ما کمک داشته باشیم. اینجا دوستای ما هم همکارای ما همراه ما هستن. همراه از اینا هم سلام علیکم می داشته باشیم. بعد از اون میریم به طرف کمک ها. سلام زهل جان، خوش آمدی. خوب هستی؟ صحتمند هستی؟ تشکر نیلوفر جان. سلام به خودت، سلام به فراناز جان قند. دوستای عزیز سلامای مرا هم پذیرا باشین. خدا کنه که هر جای دنیا که هستین خوش و آرام و جور سلامت باشین. قسمی که نیلوفر جان گفت امروز ما در شهر یکی از مناطق شهر کابل بیرون برآمدیم به خاطر مساعدت یا کمک به مو اشخاص یا نیازمندایی که امروز قرار است همراهشان ما کمک کنیم. بله و اینجا فراناز جان همراه ما هستن. تشکر نیلوفر جان. ما هم سلامای خود خدمت خودت و زال جان تقدیم میکنم. همچنان بیننده ها قسمی که دو دوست ما گفتن ما امروز آمدیم در یکی از جاده ها به خاطر کمک به نیازمندان. تا آخر برنامه ما همراهی کنیم و میریم کمک آغاز میکنیم و زال جان کمک ما از طرف خود دفتر است. عزیزای ما هم میتونه کمکاشون رو بفرستن. ما برای هموطنان ما مخصوص میایم به بیرون و کمک‌ها رو میرسانیم. بله دقیقاً. خب منتظر کمک‌های دوستا هم میباشیم. شما ما را هم تعقیب کنین میریم سراغ کمک‌ها. بله دقیقاً. سلام کاکا جان، خوب هستین؟ میشتانم چند دقیقه بشینم همراهتان؟ بله. نامتان؟ زلمه. زلمه. خب کاکا جان چی میکنین اینجا؟ چی کار میکنین؟ خیلی کار کراچی میرم. کار. در کراچی کار میکنین؟ چه قسم کار میکنین؟ اگر بار یافتیم میبریم نیافتیم دیگه میرم کار. روزی چند کار میکنین؟ گاهی ساعت، گاهی 50 گاهی 1 ساعت گاهی کار میکنیم. در خانه کارگر خانه تنها شما هستین یا کسی دیگه هم هستن؟ نه تنها هستم. 3-4 تا دخترکایم هست مکتب میره. بچه ندارین؟ خانیتان از خودتان است یا کرایی؟ کرایی. خب کاکا جان خدا مهربان است، خیلی تشویش نکنین. نه دیگه کجا از خانیتان؟ در چارخلا. چارخلا است.
دومی دست 3000 کرا میتیم 4 ماه کرای خانه ما 3000 بازی روز 1,500 50 روپه که شما کار میکنین آیا وصل میکنه خرچ خانه تانه؟ گزاره میکنن دیگه چطور کنه خودشون همینطور زندگی سیر میشه. خیر خدا مهربان است. کاکو جان ما یکی از رسانه ها آمدیم اینجا به خاطر کمک که تا حدی که توان ما رسید ما هموطنان خود کمک میکنیم. زنده باشین. تشکر. خب بیننده‌های عزیز اینجا ما امروز از این کاکا گپ زدیم دیگه چیزی که داریم درش میتیم تسلیم میکنیم. نه کاکا جان خواهش میکنم کاکا جان. چی گفتنی داری کاکا جان؟ کمی مسای کن. گفتنی را داریم خدا یک آرام بشه بیاره که کار بر ما پیدا شه که کار ما خلاص. خب کاکا جان دیگه این پیسه کم است ناچیز است دیگه خدا کنه که طوری کارتان شود دیگه. خیر خدا خیرتان بده کار میکنه خدا عزیز. زنده باشین کاکا جان. تشکر. خدا. خب بیننده عزیز شما قسمی که دیدین امروز کاکا صحبت خود داشتیم و چیزی که از توان ما بود از چینل حریر میدیا ما خدمتشان تقدیم کردیم و شما میتونین که به چینل ما مسیج بارین اگر کمک میکنین از طریق ما میتونیم کمکایتان برسانیم به هموطنای خود. دیگه حالی میریم طرف نیلوفر جان و زحل جان که ببینیم اونا کجاستن و چی میکنن. خب دوستای عزیز تشکر از فرواز جان قند که اولین کمک رساندن. خب دوستای عزیز ما هم حال آمدیم که به یکی از نیازمندا کمک کنم. همینجا یکی از کاکا نووطن ما اینجا شیشتن میریم امروزشون صحبت کنیم تو جگرخون هم معلوم میشن امروزشون صحبت کنیم ببینیم چی قدم میتونیم و برش خدمت کنیم. سلام علیکم پدر جان. سلام علیکم مادر جان. خوب هستین؟ جان جونس بخیر صاحب خوش باشین. تشکر بخیر باشین. اسمتون از کجا هستین؟ اسم من سید ظاهر است از ولایت غور هستم بیجا شده مادر. خانه میریم این نایه دست اگر سیل بود. چرا بیجا شدید از خانه تان؟ از طریق خوشسالی و ناامنی صاحب. همین سیلابایی که آمدن. همین سیلایی که آمدم صاحب. چند نفر هستین؟ 9 سرایل هستم صاحب. 9 نفر؟ 9 نفر. خب امرای دخترها و بچه ها خانه دخترها و بچه ها 4 دختر 3 بچه خود یک مامه پیرست خود و سیاسر مست. خیلی خوب. در کجا زندگی میکنید فعلا در کدام منطقه هستید؟ چارقلای وزیرآباد هستیم صاحب. کرا میشینین؟ کرایی یک خانه من نگاه کن بود خدا شما نمونجا که بیخی دیگه یک حال ما قطانه و زندگی میکنیم صاحب. یعنی خیلی سخت است و دیگه انال پا خوراک نداریم دیگه انال اینجا میم تا بغیر کارم نمیتونم تا اون مرض فشارم دارم یک گلی فشارم دکترها میگیرم خودم از ولایت غور هستیم صاحب. خب کدام مصرفیت نداری کاکا جان؟ کنجنه بختر چی کار میای اینجا میم فقط میگم که کدام برای یک کمک چیز کنه. خب یعنی بختر کمک اینجا شدی؟ چقدر سخت است دوستای عزیز که آدم در سر جاده بشینه بخاطر کمک که یک نفر بیای برشان 1 روپیه یا 10 روپیه یا یک چیز برش کمک کنه خیلی سخت است پدر جان. خب خداوند بزرگوار است پدر جان جگرخونی نکنین خداوند مشکل هموطنای ما را حل بسازه. ما هم از طریق چینل حریر میدیا یک کمک ناچیز براتون داریم خداوند قبول کنه. خدا شما رو داشته باشه که میتونه مردم دولت نمیکنه بعد خب تا حد توان ما براتون کمک میکنیم پدر جان جگرخونی نکنین هموطنای ما ان شاء الله دستانه میگیره کمک میکنه. این هم از طرف چینل ما از کاکا جان دیگه برای شما هست یک چیز یک پول ناچیز است خدا کنه که مشکل امروزتان یا فردایتان حل شه و با پول دیگه سلامت باشین جگرخونی نکنین خداوند مهربان است. خدا شما رو دائم از مسکینا و غریبا کوتاه نکنه. زنده باشی پدر جان کدام گفتنی داشته باشی. خدا آموزی چینل یوتیوب خیر ببینه از غریبا که همینطور جاده ها میگرده از مردم برادر تو دارم دستی غریبا رو میگیره خدا یارو حفظ کنه در امان خدا باشه دائما همینطور در غریبا کمک کنه. زنده و سلامت باشید پدر جان بخیر باشید. واقعیت خیلی سخت است دوستای عزیز دیدیم که پدر جان ما از حوادث طبیعی که رخ داده بود بخاطر سیلاب و بعضی گپا
اینا بیچاره از خانه به جای شدن، از جای خودشان آمدن در اینجا کوچ کردن. واقعا سخت است. چی خوب از دوستای شما هم دست هموطنای ما را بگیرین، کمک کنین، کمکایتان به ما بفرستین از طریق چنل حریر میدیا. ما به هموطنای عزیز ما، به کسایی که واقعا نیازمند است میرسانیم. خب دوستای عزیزی هم بود کمک که از طرف ما با چنل حریر میدیا به یکی از هموطنای ما شد. میریم سراغ نیلوفر جان که نیلوفر جان چی میکنه و در کجا هست. بله دوستا، قسمی که بر شما گفتیم ما آمدیم به بیرون و میخوایم همراه هموطنای ما که نیازمند هستن از بودجه دفتر کمک کنیم و شما هم میتونین کمکاتون رو برای ما بفرستین. ما به این طریق میریم برای نیازمندایی که اونا واقعا نیازمند هستن کمک‌ها رو میرسانیم. و حالا من هم میرم ببینم که همراه کدام هموطن ما برابر میشم و کمک ناچیزی را که در دست خود داریم برشان میرسانیم. شما هم برنامه رو بیننده باشین. بله، امینجا یک خورترک ما شیشتن که ببینیم مصروف چی کار هستن، چی میکنن و یک چند دقیقه که چون صحبت هم کنیم. اینیم اینجا یک بشینم. سلام. وعلیکم سلام. خوب هستی؟ ساعتت خوب است؟ نامک مقبول چی است؟ بسمینا. بسمینا جان، چی میکنی اینجا؟ اینجا رنگال هستم رنگ. خب بود پالیشی میکنی؟ چقدر وقت میشه کار میکنی؟ یک کار میشه اینجا کار میکنم. چرا در فامیلتون کی کار میکنه دیگه؟ فامیلم یک دونه خورتم است چی با طلاق جمع میکنه. خب پدر جان چی میکنه؟ پدر کاریچون کار میکنه. خب برادرایتم کار میکنه؟ بدرکم نه خورترک امروز چند روز میشه بدرتم پایت مایده شد. خب باز تو روز چند کار میکنی؟ ما 50 روپیه 30 روپیه هرچی که پیسه شد میکنم. باز پیسه را خودت سودا میخری میبری خانه؟ یا نه پیسه را میبری؟ اما پیسه میبرم دخانه خودم مادرتم روغن هر چیز میگیرم. خب روز چند کارت میشه؟ چند کار میکنی؟ 100 روپیه 50 روپیه. 100 روپیه 50 روپیه کار میکنی؟ خب مکتب میخوانی یا نه؟ چرا مکتب نمیری؟ مکتب در اینجا دولتی نیست. خب نه دولتی هسته، چرا تو بختر که کار میکنی حتما مکتب نمیری؟ اما ترس چی آرزو داری؟ فشته فرصیت ندارم. خیلی نکرد من تو فرسی گپ میزنی. چی آرزو داری که بخیر چی کاره شوی؟ مکتب هم نمیخوانی؟ میخوایی که بری مکتب بخوانی، درس بخوانی؟ مکتب؟ از کجاست؟ هیچ. یعنی واقعا جای تاسف است که تا طفلای ما، طفلای افغانستان که به این سن سال هستن، تا نمیفهمن که مکتب یعنی چی. یعنی ما برش وقت میگم که مکتب، میگه که مکتب چی است، که اصلا مکتب نمیشناسه، در حالی که اینا باید وقتش است که درس بخوانن و مکتب برن. متاسفانه تا نمیفهمن که مکتب کجا است و مکتب چه قسم یک جای است. تا هیچ مکتب نرفتی؟ نه. هیچ شاملت نکردن؟ یک درس قاعده میخونم دیگه چون. فقط دیگه قرآن کریم میخوانی و بس. میخوای مکتب بری؟ دوست داری؟ که مکتب هم بری بخیر؟ واقعا جای تاسف است که تا نمیفهمن که مکتب کجا است و چه قسم جای است که اینا باید حداقل صنف 3 یا 4 می بودن. متاسفانه ما در یک حالت قرار داریم. انشالله خداوند مهربان است که بخیر تو بتونی مکتب هم بری. صحیح است؟ و ما کمک ناچیزی که داریم از طرف ما این کمک برشان میرسانیم. شما هم میتونید که کمکایتون به حریر میدیا بفرستین و ما برای همچو اشخاصی که نیازمند هستن حتما میرسانیم و بسیار کمک ناچیز است که قسمی که من گفتم ضرور نیست که حتما باید زیاد باشه، که یک چیز زیاد ما باید کسی بگوییم که زیاد نیست دیگه کمک هم نمی کنیم. از کم شروع کنیم. انشالله خداوند مهربان است که دست همچون اشخاص بگیریم. این پول ناچیز از طرف دفتر ما است برای خدا که بسیار کم هم است دیگه. انشالله که بتونی یک کمی از مشکلات حل بسازی. درست است؟ کلام گفتنی داری؟ نداری گفتنی؟ زنده باشی دیگه، در کارت برکت باشه. بسیار تشکر. خیلی ببینید. زنده باشین. تشکر. و تشکری میکنیم از خارک ما و واقعا جای تاسف است که متاسفانه ما در همچو حالتی قرار داریم و مثل این خارک ما به صدها و هزاران دانه دیگه هم هستند اینجا که اگر ما بگردیم ببینیم از این حالت هم بدتر شه. متاسفانه که میبینیم و این بود کمک که ما برای میخوارک خورترک ما انجام دادیم. شما هم میتونید کمکاتون رو برای ما بفرستین. ما حتما به همچون نیازمندان میرسانیم.
بله دوستا، قسم که شما امروز دیدین ما آمده بودیم بیرون و کمکی که از طرف بودجه دفتر ما بود برای عزیزای ما که نیازمند بودن رساندیم تمام ما. و واقعا من بسیار جگرخون شدم متاسفانه که همراه یکی از خارکای خطرک ما گپ زدم او تال زحل جان نمیفهمید که مکتب چی است. سخت است اصلا نمیفهمید مکتب کجا است و بسیار جگرخون شدم. که یعنی چشم باز کرده و کلان شده و تایی سن رسیده و مصروف و کاروبار بوده و ما نیل فرجان همراه یکی از هموطنانم صحبت کردم و همین حادثات طبیعی که رخ داده بود، سیلاب خانهشون سیل برده بود، وضعیت اقتصادیشون در حد خراب بود. خب چه خوب است که هموطنان ما برنامه را میبینن، خودشان کمک کنن به همه قسم هموطنان ما که واقعا نیازمند است. و فرمان جان خودت کجا رفتی؟ زحل جان من پیش یک کاکایی بود که خیلی نیازمند بود، بیچاره تا اشک ریخت، گریه کرد که اصلا پسر جوان نداره به خاطر که امرش کمک کنه یا کار کنه. فقط گفت 4 تا دختر دارم، خانه‌ام هم کرایه زمین کراچی روز 50 افغانی 100 افغانی کار میکنه. خودش هم بقدر یعنی جوان نیست، توان نداره توان کار کردن و واقعا خیلی متاثر شدم دیگه. ان شاء الله که دوستای ما برنامه رو میبینن و خدا کنه که دلتون بسوزه و این هموطنا رو کمک کنین شما و کمکاشون رو برای ما به دفتر ما برسونن. ما حتما هم قسم ما برشون میرسانیم برای هموطنای ما میرسونیم. و این بود برنامه و گزارشی که امروز تقدیم شما ارائه کردیم. امیدوارم که از برنامه خوشتان آمده باشه و همچنان شما دوستایی که میخواین که کمک کنین و کمکاتون رو برای ما بفرستین، شماره تماس ما در قسمت پایین موبایل شما نوشته است و شما میتونید شماره تماس بگیرین. حتما همکارای ما پاسخ میتن به تماسایتان و کمکای شما برای ما میرسه و ما هم به نیازمندان میرسیم. بله و این بود برنامه مساعدت ما سه خواهر که به شما تقدیم کردیم. تا برنامه بعد شما را به الله پاک و نیاز میسپاریم. خدا نگهدار شما. دوستا یادتان نره که چینل حریر میدیا را لایک و سابسکرایب کنین و بازم میگم که هموطنانتون فراموش نکنین و کمک شما ضرورت دارن. تا برنامه دیگه که باز ما سه خواهر در خدمت شما عزیزا قرار میگیریم. شما را به الله یک تا میسپاریم. خداحافظ.